متحد بودن مدرکان، سرجم بودن مدرکان. بزرگی ملت تاجیک این وحدت ملی است، سرجمی ملت است. انا همین چیزا فراموش نکنید. وحدت نعمت بزرگ است که در زمینه آن ملت‌ها می‌توانند پایه استوار دولت‌داری خود را بنیاد کنند. محض پرتو وحدت است که دل پریشان مردم به یک قلب تبدیل می‌یابد و راه به سوی ثبات همیشگی باز می‌گردد. جامعه‌ای که ارزش وحدت را می‌داند، در آن هم آرامی است و هم رشد، هم صلح است و هم سربلندی. وحدت راه یگانه است که ما را از گذشته پرتهلکه به امروز پرشکوه پیوست و به فردای امیدبخش راهنمایی می‌کند. زمانی بود که میان کوه‌ها تنگنا بود و میان دل‌ها دیوار، ولی خلق ما با قلب سرشار از آرزو از میان خطرها راه گشاد. وحدت ملی تنها سازش سنت‌ها نبود، آن صدای جان بود، اشک شادی مادران بود، دعای پیران و آرزوهای شیرین کودکان بود. امروز ما از آن روزهای تار گذشتیم. در زمین وحدت آسوده حالانه قدم میزنیم. آب از چشمه صداقت می نوشیم و به فردا با امید نیک می نگریم. ثمره وحدت ملی، یکدلی و هماهنگی و کوشش‌های فرزندان ملت در این سمت بود که تاجیکستان عزیز در دوران کوتاه تاریخی قدم‌هایش را استوارانه چون کشور رو به ترقی با دستاوردهای بی‌نظیرش در ساحه‌های گوناگون به سوی روشنی‌ها گذاشت. وحدت یکی از دستاوردهای بزرگ استقلال تاجیکستان به شمار می‌رود. اگر با سخنان ماندگار پیشوای معظم ملت نگاه کنیم، اعلامیه استقلال برای تاجیکستان صاحب اختیاری داد. سند صلح یعنی سند وحدت ملی باشد، برای خلق تاجیک روزی خجسته و طالع نکو را به ارمغان آورد. هرچند از عمر وحدت ما 28 سال گذشت، اگر که با تاریخ کشورهایی که مثلا استقلال آنها چندین عصر عمر دارد نگاه کنیم، حالا هم وحدت موضوع محوری سیاست داخلی آن کشورهاست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته غرب حزب‌های سیاسی نام‌های مثلا واحد، اتحاد، وحدت را دارند که این نشانگر آن است که حتی در عرصه‌های مبارزات سیاسی از وحدت استفاده می‌کنند. مثلا بین نیروهای سیاسی کشورهای گوناگون دنیا مخالفت‌ها و رقابت همیشه وجود دارد، اما همه آنها هیچگاه از موضع وحدت کنار نمی‌روند. زیرا این وحدت یک موضوعی است که از باطن جوهر ملی دلخواه کشور بیرون می‌آید. گذشته از اینکه وحدت یک مفهوم عمومی ملی است، دیگه در وجود انسان هم وحدتگرایی وجود دارد. زیرا انسان یک نفر است، فردیت خاصی خود را دارد که اگر که در باطنش اون را درک کند که او کیست و بهر چیست، طبیعی است که او با حیات و زندگی دیگران احترام می‌گذارد. هیچگاه قدم برای رخنه نمودن حقوق و قانون دیگران نمی‌گذارد. این نشانه وحدتگرایی است. چگونه که پیشوای معظم ملتمان میگویند، وحدت تنها یک کلمه صاف و ساده نیست. معنای خود اصلی وحدت این به هم آمدن، یک پارچگی، یک دلی و همدلی ملت است. واقعا هم وحدت ملی که در مسیر دور و دراز تاریخ پس از جانبازی‌های زیادی فرزانه ملت تاجیک به دست آمد، امروز محض زمینه اساسی برای پیشرفت تمام ساحه‌های مملکت گذاشت. مخصوصا یکی از دستاوردهایی که در مسیر وحدت به دست آوردن وحدت ملی به دست آمده است، این سیاست دولتی جوانان است که محض توسط آن امروز هر یک جوان تاجیک با امکانیت هایی که دولت و حکومت برای آن فراهم آورده است میتواند در تمام ساحه ها تحصیل نماید و فعالیت خوب داشته باشد. برای هر یک ملت استقلالیت همونطوری که پیشوای ملت محترم امالی رحمان میگن یک نعمت به‌بهاست. بعد سقوط دولت سامانیان طول 1000 سال بعدی ما متاسفانه نتونستیم که دولت ملی خود را در سرزمین تاریخی خود بسازیم.
و با خواست کردگاری پاک شما میدونید که در آغاز سالهای 90 عصر گذشته برای ما هم خیلی یک امکانیت فراهم آمد که ما صاحب استقلال کردیم. یعنی واقعا استقلالیت ما برای ملت ما بسیار چیزها را هدیه کرد. پیش از همه هدیه اساسی که استقلالیت یا ارمغان اساسی که استقلالیت برای ما آورد این نجات ملت بود، نجات فرهنگ ملت بود، نجات هستی ملت بود. و خوشبختانه ما در طول سالهای صاحب استقلالی مرحله به مرحله توانستیم که استقلالیت خودمون رو تکمیل بدهیم. یکی از عامل‌های اساسی که استقلالیت ما رو تکمیل داد، قوت داد، این وحدت است. سعادت مردم خوشتاله توجیک وحدت است. پیشروی و ثبات و یکدلی و یکمرامی از وحدت سرچشمه گرفته مسئولیت سهم گذاشتن در آبادکاری را افزون ساخته است. دوستی و اتفاقی و صلح پروری ملت است که تاجیکستان عزیز روز از روز زیباتر و دلرباتر می گردد. مردم از این پیشروی و شکوفانی نور درخشانی فرد را احساس می کنند. وحدت ملی جشن رستگاری، جشن برهم زدن یأس و ناامیدی و شکفتن گل امید و آرزوهای نیک است. پرتو خورشید وحدت ملی بود که 28 سال مقدم یعنی 27 ایون سال 1997 عسکر اتحاد در سرشت ما خیمه زد و به کشور بهشتی ما متانت، استواری و نیرو را به ارمغان آورد. سعادت برتر و بالاتر از وحدت و یگانگی نخواهد بود. رهبر دولت در همون شب و روز بسیار حساس وقتی که روز 19 نوامبر سال 1992 به حیث رئیس جمهوری انتخاب شدم، در اولین برآمدشان گفتم من با شما صلح می‌آورم. حالا ببینید هیچ کس امید نداشت که فردای تاجیکستان هست، یعنی آباد است و آرام است و وجود دارد. اما این جوان بسیار غیور گفتن با اطمینان کامل گفتن که من با شما صلح می‌آورم. یعنی ببینید اولین سخنشان صلح بود، اولین سخنشان وحدت بود. یعنی با نیت نیک اولین قدم را وارد میدان دولتداری و دولت سازی گذاشتن. از بس که نیت نیک بود من گمان میکنم که توانستن که به مقصدهای خود برسن. و نکته دیگر هم باید قید کنم که یکی از عامل‌های دیگری که ما توانستیم که وحدت رو به وجود بیاریم این طبیعت صلح آفری ملت ما بود. تاجیکان در طول تاریخ همینگونه خلقی بودن که شما ببینید هیچ کجا کدورت و سیاهی نآوردن، همیشه وحدت رو ترنم کردن، از صلح صحبت کردن، از یک گریبان سر برآوردن رو با پند و اندرز خود تبدیل دادن. اگر که به گذشته تاریخی نگاه کنیم، همین سرشت وحدت آفری، تمایل صلح دوستی همیشه در تینت معنوی ملت تاجیک وجود داشت. خرد ازلی ملت تاجیک بود که همین وحدت تاجیکستان به واقعیت تبدیل یافت. بسیار کشورهای در دنیا هستند، خصوصا اگر که با صحنه امروزه برخوردها در گوشه‌های گوناگون سیاره نگاه کنیم، همیشه مشتاق وحدت هستند. زیرا که هیچگاه مثلا ثبات کامل را ندیدن. اگر که ثبات دارند، ثبات نسبی است، آن شکننده است، رخت نپذیر است. اما وحدت تاجیکستان جاودانه است. از آن چی که ما همین وحدت را در تینت ما از نیاگان میراث گرفتیم. اگر به طور تاریخ نگاه کنیم، تاجیکان همیشه برای وحدت و صلح تلاش کردند. آنها عزم و رزم خلالدار نمودن وحدت و آسایش کشورهای دیگر را نکردند. ما ملت تمدن آفر بودیم، از آن خاطر که همیشه تنها در شرایط آسایشته برای رفع این مشکلات تلاش میکردیم. وحدت زمینه بنیاد صلح و ثبات جاودانه است که در سایه آن نسل‌ها آینده پرشکوه را می‌بینند. محض وحدت بود که پاره‌های پریشان ملت را به یک تن پیوند داد و شکست‌ها را به پیروزی تبدیل نمود. ثمره وحدت است که دهه‌ها آباد شدند، شهرها شکفتند و چشم‌ها برای دیدن فردای امیدبخش روشن‌تر گردیدند.
وحدت نهال ضعف را به درخت نیرومند تبدیل داد که میوه آن آرامش، پیشرفت و افتخار ملی است. هر قدمی که امروز ما به سوی ترقیات میبرداریم از نخستین پیام وحدت نیرو گرفته. محض در طول 28 سال صاحب وحدت بودنمون به هم اتفاق بودنمون با دستگیری های دولت و حکومت در تمام تاجیکستان امروز سیمای خود را دیگر کرده است. امروز هر یک شهرها، هر یک چراغگاه ها، هر یک کوچه ها به خود سیمای نو گرفتند و هر روز یک مؤسسه های نوی تحصیلات عالی، میانه، کسبی، عمومی انشاءات می شوند و محض همانها وادار بر آن می سازند که جوانان باز هم روحیه بلندتر داشته باشند و این دستگیری ها آنها را در همه ساحه ها فعال می سازد. بخصوص سخنان پیوسته پیشوای معظم ملت که جوانان همچون نیروی سازنده دولت و حکومت هستند، آنها را وادار بر آن می‌سازد که فعالتر باشند و در پیشرفت ساحه‌های مملکت، در عملی کردن هدف‌های پیش گرفته مملکت قدم‌های جدی و استوار بگذارند. امروز ما شاهد آن هستیم که جوانان در داخل مملکت و بیرون از آن دستاوردها به دستاوردهای زیاد نایل می‌گردند. شاهد آن می‌گردیم که جوانان زیاد در خارج کشور آزادانه تحصیل می‌کنند و در برابر دیگر شهروندانی که محض در خارج تحصیل می‌کنند به خود علم می‌گیرند، صاحب کسب می‌شوند، تجربه‌های زیاد بین‌المللی را به خود کسب می‌کنند، از تکنیک و تکنولوژی نو آشنا می‌گردند و محض همون ایده‌هایی که در خارج کشور به خود گرفتند می‌آیند و در کشور ما عملی می‌کنند و همه این محض از پیشرفت دولتمان، از پیشرفت آبادی و سازندگی و محض از پیشرفت خود جوانان آگاهی می‌دهد. امروز در جامعه جهانی بشریت نیازمند صلح و وحدت است. از همین دیدگاه پیشوای ملت یک تشبث نو را به میان گذاشتند که آن هم باشد اعلان 10 ساله حفظ صلح به خاطر نسل‌های آینده. این از چی منشأ میگیرد؟ از همون جوهر وحدتگرایی، وحدت پرستی، وحدت خواهی پیشوای ملت که نه تنها در فکر وحدت ملی ما بودند که امروز بی‌گزند و استوار است، امروز در فکر وحدت جهانی یا صلح جهانی هستند. مثلا درباره تبلیغ وحدت باید همین رو بگیم که یک نسلی که امروز جوان هستند، نورس هستند، اینا مثلا دهشت جنگ رو ندیدن. از همین خاطر نسبت موضوع وحدت شاید یک ذره بی اهمیت باشند. اما اون نسل کلانسال میدونند که این وحدت به عوض جان هزاران نفر جوانمردانی که برای رسیدن به صلح و امنیت تلاش کردند، جانبازی کردند، شهید شدند، به دست آمده است. همه اون دستاوردهایی که امروز در همین فاصله 28 سالی وحدت ما داریم از فضای امن است. زیرا اگر فضای امن، وحدت، رضایت ملی، سرجمعی کامل نباشد، طبیعی است که یگان مشکل اقتصادی و اجتماعی بالکل حل نمی شود. امروز هم در جامعه تاجیکستان مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند. دلخواه دولت دنیا همین مشکلات دارد. لیکن تنها فضای وحدت، همدلی، تکیه به حرف قانون میتواند که همه همین مشکلات را زینه به زینه حل کند. دولت‌هایی هستند که چه در بالا گفتیم تاریخ چندین عصره دارند، هم در ساحه استقلالیتشون هم در ساحه دولتداری ملیشون، اما هنوز هم آنها مشکل دارند. با وجود مشکلی خویش هنوز هم از همین مرز وحدت، از همین آغوش وحدت کنار نرفتند. هنوز هم وحدت را خمیرمایه یا محک اساسی وجود معنوی خویش میدانند. هویت ملیشون، خودشناسی ملیشون، مثلا اندیشه ملیشون همونا بر همین پایه همین واژه مقدس وحدت تکیه میکنند. صلح ما در نتیجه گفت و شنید حاصل کردیم. حالا شما می‌بینید دو راه به دست آوردن صلح است در جهان. مثلا راهی با طریق مقاومت، راهی با طریق گفت و شنید یا که مذاکرات میگن. در تجربه جهانی ثابت شده است که صلحی که با واسطه گفت و شنید، مصلحت، سازش به وجود میاد، عمری طولانی دارد. اونی که با واسطه مقاومت به وجود میاد، خانه‌ها و فنا می‌یابد. ملت ما از قدیم الایام یک ملتی سازشکار بود. شما اگر توجه کرده باشید در تاریخ ما بسیار سازش را دوست می‌داریم. کدام ملت میتواند سازش کند؟ اون ملتی که خیرات دارد. یعنی ملت ما همین گونه یک ملتی است که سازش کرده میتواند. یعنی در نتیجه سازش ما توانستیم که نور حاصل کنیم. نوری که ما در زیر آن امروز زندگی داریم، سعادت داریم، تنتنه داریم، توی و سر داریم.
قامت افروختن بناهای نو و زمانوی، بنیاد شاهراهای بزرگ جوابگو به طلبات زمان امروز، بنیاد ماهرانه نیروگاه برقی آبی راغون، برگزاری چوربینی‌های بزرگ سیاسی و علمی و فرهنگی محصول صلح جاویدان و وحدت در انتظار ملت تمدن‌آفر تاجیک است. وحدت این روشنی روزگار آسوده ماست. وحدت همبستگی و قدم‌های استوار به فردای با سعادت است. ما تمام ساکنان کشور وحدت آفر و صاحب استقلال تاجیکستان امروز از آن می‌فخریم که وطن آزاد و آباد داریم. این همه از راهنمایی فرزند فرزانه ملت پیشوای معظم کشور محترم امام علی رحمان منشأ می‌گیرد که با خرد سیاسی، جسارت تاریخی و دید دوربینانه خود توانستند ملت پریشان را گرد یک ارمان جمع آورند و سرنوشت نوی را برای تاجیکستان زمینه گذارند. وحدت امروزه ثمره جانفدایی‌های راهبر هوشمند و اراده یکدلی مردم است. باباهای ما، بیبی‌های ما، کلان‌های ما همیشه میگن یک نصیحت دارن، میگن که بچه‌ها از یک گریبان سر برارید. این پندی دیروزه نیست، این پندی هزار ساله تاریخ دارد. خودی همین علاقه اشاره از این میکند که ملت ما ملتی وحدتگرا است. وحدت این یگانگی است. این همین از یک گریبان سر برآوردن است. جان به جان ماندن، عقل‌ها را به هم متحد کردن، ذهن‌ها را به هم متحد کردن است. و من فکر میکنم که همین خصلت‌های سازنده ملت ما بود که ما توانستیم، اگر اینقدر هجوم‌هایی که سر ملت ما بود، ما توانستیم که بمانیم، باقی بمانیم، از هویت خود، از ارزش‌های انسانی خود، از ارزش‌های ملی خود در طول تاریخ دفاع کرده باشیم. و بالاخره هم که اومدیم در همین سال‌های 90 شما ببینید چقدر روز و روزگارهای بعد از سر ما گذشت، لیکن خلق تاجیک شروع از خود رهبر دولت ما که نیتی سازنده داشتن و به این حرفاشون باور داشتن که باید ما صلح رو بسازیم و در اساس اراده قوی مبارزه بردن و حاصلی نکود داد. من امروز شما ببینید وضعیت دنیا در کدام سطح قرار دارد. مناسبت‌های سیاسی جهان طرف به هم میخورد. همین حالا که ما و شما در همین تالار صحبت داریم و همین حالا که بیننده عزیزی ما در خانه‌های خود آسوده در یک فضای بسیار صلح و امنیت ایستاده ما را تماشا میکنند. شما ببینید در منطقه ها در زیاده از 50 دولت دنیا وضع ناآرام است. کودک پدر خود را میجوید، زن از مادر خود یا از شوهر خود جدا است، طفلک در آرزوی دیدن مادر خود هست، کودکانی هستند که برای یک پارچه نان محتاج هستند. چه روز و روزگاری هست. همین لحظه ها خانه سوخته ایستاده است، جگرها پاره شده ایستاده. انا ما همین گونه روزها را از سر گذراندیم، اما خوشبختانه بسیار در حال تیز پس سر شد. انا همین خصلت سازنده ما بود. تاجیکان از نگاه تجربه صلح‌آفری توانستند یک پدیده و ظهورات روی کار آوردند که برای دیگران سبق آموز است. یعنی چطور که یک جنگ داخلی را در فاصله 5 سال به وحدت آوردند. طبیعی است که این مسئله تاریخی است. جوانان و نوسان باید از همین تاریخ سیاسی دوران معاصر سبق بگیرند، اون بدانند. این پهلوی تاریخی وحدت است. اما وحدت تنها تاریخ نیست. وحدت این سیاست است. حتی اقتصاد به وحدت تکیه میکند. زیرا که اگر که وحدت نباشه اقتصاد رشد نمیکنه. مثلا فراهم آوردن شرایط اجتماعی بهتر نیست، به وحدت تکیه میکند. اگر که مثلا جوانان فکر کنند که وحدت موضوع جنگ و صلح است و اون خصوصیت تاریخی دارد، یک صحیفه سیاه تاریخ بود که ما آن را باید دانیم اما از او کنار رویم. این طور فکر کردن نادرست است. زیرا که وحدت باید غایه مرکزی انسانساز باشد. یعنی که خصوصا در عصر امروزه که ما مثلا تحت تاثیر توجه‌های فرهنگی بیگانه قرار داریم، برای حفظ دولت‌داری ملی، روحیه ملی، حتی ایدئولوژی ملی وحدت عنصر مرکزی نجات بخش است. زیرا که این آن همچون یک محک معنوی میتواند که ستون غایوی مفکوروی جامعه را مستحکم نگاه دارد. اگر که جوانان در زیر مثلا سایه وحدت یا در زیر پرچم وحدت متحد شوند، این نشانه آن است که آنها میتوانند یک قدم به پیش روند. حتی در راه رسیدن به هدف‌های رشد ملی، هم در ساحه علم و هم در تطبیق دیگر هدف‌های استراتژی دولت، وحدت میتواند که یک زمینه‌ساز اساسی گردد. اگر که ما بر اصل وحدت
пойбанд монем, дар фикру зикрамон ғояи ваҳдат дошта бошем. Ваҳдатро на дар сухан, балки дар амал байни гурӯҳҳои гуногуни ҷомеа, балки байни миллат дар маҷмӯъ ташаккул диҳем, он гоҳ расидан ба ҳадафҳои созандаи давлат осонтар мегардад. Агар ки ҷавонон фикр кунанд ки ваҳдат мавзӯи таърихӣ аст, он моли таърих аст, дигар мо аз он бояд дигар фикр он набошем. Табиист ки мо ба куҷо роҳ меравем? Ба як ҷомеа меравем ки дар онҷа сардаргумӣ аст. Зеро ки сарҷамъӣ ин хилофи сардаргумӣ аст, парокандагӣ аст. Агар ки мо парокандагиро хоҳему, сардаргумиро хоҳему, дигар масалан аз ҳам ҷудоиро хоҳем, мо метавонем аз ваҳдат канор равем. Аммо ин миллатҳои оқил ин корро намекунанд. Миллатҳои оқил ба сӯи сарҷамъӣ муттаҳидӣ мераванд. Сарҷамъии муттаҳидӣ дар пояи чӣ зуҳур меёбад? Дар пояи ваҳдати комили бегазанди миллӣ. пешвои муаззами миллатамон ҳамеша дар паёмҳои худ иброз медоранд ки ҷавонон ояндаи миллатанд ва ояндаи дурахшони давлату ҳукумат маҳз аз онҳо вобаста аст. воқеан ҳам имрӯз давлату ҳукумат маҳз ба хотири ҷавонон, ба хотири пешрафти онҳо, ба хотири ба даст овардани донишу илму маърифат дар масири таҳсил ба онҳо имкониятҳои зиёдеро фароҳам овардааст. махсусан ташкили квотаҳои президентӣ, барпо сохтани муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ҳамчунин стипендияҳои президентӣ, стипендияҳои шаҳрӣ, номӣ, ҳамаи ин ҷавононро водор мекунад ки дар ҷодаи илму маърифат қадамҳои ҷиддӣ ва устуворро гузоранд. маҳз ҳамин дастгирӯҳ аст ки имрӯз ҷавонони тоҷик дар ҳамаи соҳаҳо фаъол мебошанд, чӣ дар хориҷи мамлакат ва чӣ дар дохили мамлакат, бахусус озмунҳое ки аллакай тӯли 7 сол мешавад ки дар саросари мамлакатамон маҳз бо иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллат роҳандозӣ гардида истодааст. аз қабили фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман, тоҷикон оинаи таърихи миллат, ҷавононро водор бар он сохт ки дар роҳи аз худ кардани илму дониш боз ҳам фаъолтар бошанд. пешрафт ва ободӣ ҳаргиз аз ҷудоиву парешонӣ сар намезанад. онҳо танҳо дар хоке мешукуфанд ки бо тухми иттиҳоду бародарӣ киш шудааст. дар ҳар роҳе ки имрӯз ба тараққиёт мебарад, нишонаи ҳамбастагии мардум ва иродаи якдиливу якпорчагии миллат ҳувайдост. иттифоқе ки аз забони меҳру ҳамдигарфаҳмӣ гуфтугӯ мекунад, заминаи бунёди мактабҳост, пули пешрафт ва нерӯи сохтани фардои нуронист. бародарие ки замоне шояд орзуи дастнорасро мемонд, имрӯз шакли воқеӣ гирифта. ин пешрафт ва ободӣ танҳо як роҳи рушд нест, он порчаи виҷдону бедории миллат аст ки аз ваҳдат об нӯшидаву бо умед ба оянда мешитобад. дар ҳамин радиф як сухани шоир Али Муҳаммад Муродӣ аст, мегӯяд ки бубинед, дар набарди обу оташ об қотил мешавад, обу оташ бисозад, нур ҳосил мешавад. кина кирми дил шавад, ҳар гоҳ дилро мехӯрад, куштани кирми даруни чӯб мушкил мешавад. яъне кинаҳо зудуда шуд, дилҳо мусаффо гардид. дар бораи шахсиятсозӣ ё миллатсозӣ бигӯем, табиист ки барои ташаккули як нафар инсони комил ҳам бедории маънавӣ, ҳам маърифати ҳуқуқӣ, ҳам ҳушёрии сиёсӣ зарур аст. аммо дар канори ин ҳама ваҳдат бояд унсури марказии шахсиятсоз бошад. инсоне ки ба ваҳдат эҳтиром намегузорад, ваҳдати миллиро маромнома ё сармашқи асосии ҳаёту ҳастии хеш қарор надодааст, табиист ки ӯ як инсони халалкор аст. агар ки дар батну бистари як оила ваҳдат дар як фазои хурд, якчие ки ибтидоии ҷомеа мустаҳкам бошад, табиист ки дар мафҳуми васеътар, дар доираи умумимиллӣ ваҳдат масалан доман паҳн мекунад. агар ки масалан дар оила, дар муҳити як хонадон, ҳатто дар як коргоҳ ваҳдат, сарҷамъӣ, ризоият набошад, дар бораи ваҳдати миллӣ ё умумии давлатӣ ба маънии густурдаи он сухан гуфтан хато аст. лекин ваҳдатро чӣ гуна метавон дар вуҷуди як инсон ҷойгир намуд? табиист ки як навраси ҷавон ҳам дар муҳити оила, ҳам дар муҳити маорифу мактаб, ҳатто дар доираи таъсиррасоние ки воситаҳои ахбори омад дорад,
باید اخلاق خیش رو بر پایه وحدتگرایی، وحدتپسندی، وحدت دوستداری استوار نماید. تنها در این حالت او میتواند خود را شخصیت نامد. شخصیت اصیل به چی احترام میگذارد؟ یکان به اصالت ملی خیش، یا اصالت ملی از هویت ملی دانستن تاریخ گذشته، احترام گذاشتن پاسداری ارزش‌های معنوی سرچشمه میگیرد. اما وحدتگرایی چی است؟ وحدتگرایی اعتماد به قانون، رعایت حقوق، حفظ فضای صلح، در فکر آسایش دیگران بودن، با رفتار ناجایز خویش وحدت و آسایش صلح دیگران را خللدار نکردن است. تنها این مفهوم هستند که شخصیت سازند. وحدت را می توان به آتش شباهت داد که سردی بیگانگی را می سوزاند و نوری همدیگر فهمی را در جامعه می افروزد. مثل نسیم سحر نرم و حیات بخش است. زندگی را رنگ می دهد و آرمان ها را جان می بخشد. وحدت نور است که ریشه در محبت دارد و شاخه به سوی فردای شکوفا می زند. وحدت تنها یک کلمه نیست. آن فرهنگ است که مردم را از گرداب تفرقه بیرون می کشد و به ساحل همدلی می رساند. وحدت نه تنها عهد است، بلکه انگیزه زندگی یک ملت است که از میان خاکستر دشواری ها برخاسته. آن صلح است که با زبان آرام ولی با اراده قوی سخن می گوید. وحدت شمع است که در ظلمات راه نشان می دهد و برای ره گم زده راه بازگشت می سازد. آن زمان جلوه می کند که منفعت شخصی در برابر فایده عموم به کنار می رود. وحدت یگانگی را افاده می نماید که ریشه‌اش در شناخت یکدیگر و میوه‌اش فهم و تحمل است. وحدت تواناترین پاسخ است به همه تجربه های تلخ تاریخ. بازگوی آن است که ملت تاجیک امتحان سخت را پشت سر کرد، اما نشکست. رشد نمود، پیش رفت و چنان شکفت که هر بیننده را تسخیر می کند. به خاطر که ضمیری احساس خودشناسی ملی، احساس وطندوستی جوانان ما در مجموع تقویت یابد، امروز از جانب رهبری دولت ما خیلی اقدام‌های سازنده عملی شده است. ساختمانی انشاءات‌های ساحه معارف، چه مکتب‌های عالی، چه مکتب‌های میانه، چه مؤسسات تا مکتبی، جوابگو به طلبات استانداردهای جهانی با تمام تکنیک و تکنولوژی زمانی نو مجهز. حالا شما مثلا ما سال گذشته کوهستان مسجد رفتیم، در بعضی از دیوهای کوهستان مسجد مکتبایی را می‌بینید که مثلا در باختر و در خارو، در خوجند و در دوشنبه نمی‌بینید، در شهرهای مرکزی. خب دیگر همین آزمون‌هایی که تشکیل شد، شما تصور کنید همین آزمون‌های جمهوری که تشکیل شد، من فکر می‌کنم در میان همین آزمون‌ها از همه آزمونی اساسی ترین که ما باید اینا تقویت دهیم، تکمیل دهیم، علم فروغ معرفت است. برای ما متخصصان همین علم‌ها از حد زیاد ضرور است، از حد زیاد. خب همین آزمون‌ها رهبری دولت هم در پیام گفتن که در دوام 5 سالی که علم فروغ معرفت، فروغ صبحانه کتاب است و در دوام 1 سالی که تاجیکان آینه تاریخ ملت مثلا در تاجیکستان ما عملی شدن، در مقیاس جمهوری 2,60,000 شهروندان ما اشتراک کردن، از این 1000 نفرش صاحب جایهای گوناگون شدن. اگه شما تصور کنید که 2,59,000 دیگرش اگر جایهای معین نگرفتن لیکن کتاب خواندن، به علم سر و کار گرفتن، من فکر می‌کنم که این تدبیرها که امروز بود دارد ادامه دارد، با تشبث رئیسای ناحیه‌ها، با تشبث رئیسای ولایت‌ها، با تشبث رئیس جماعت، با در نظر داشت جلب نمودن صاحبکاران محلی در مقیاس جماعت، در مقیاس مثلا محل، در مقیاس ناحیه ولایت، با تقلید به کارهایی که جناب عالی میکنن، با تقلید به کارهایی که محترم رستم ایمانی در مقیاس شهر دوشنبه آزمون‌های زیادی که راه اندازی میکنن، همین چیزا را در حدودهای خودشون عملی کنن، چقدر صف مردمانی با سواد زیاد میشه. جای خرافات دیگر در تفکر ما جای خرافات نمیموند، خالیگی‌ها پر میشه. یعنی رئیس جماعت و رئیس ناحیه‌ها وقتی میگن ما تطبیق کننده سیاست رهبری دولت هستیم، در همین کارها هم باید خودشون نشون بدن که تطبیق کننده سیاست رهبری دولت است. تا موقعی گذشته خود را ندانیم، آینده خود را ساخته نمیتوانیم. این سخنان است که همیشه ما میشنویم و همیشه کوشش میکنیم که به آنها تاکید کنیم، پیروی کنیم و تاریخ خود را بدانیم. اگر ما بدانیم که وحدت چگونه به دست آمده است، چگونه در مسیر تاریخ ما تلاش کردیم تا به وحدت ملی برسیم
و امروز طول 28 سال است که آرام و آسوده و در زیر پرچم ملتمان آزادانه زندگی، فعالیت و عمر به سر برده ایستاده‌ایم. محض بعد از شرافت وحدت ملی است که امروز اتفاق هستیم، امروز در یک کشور آرام زندگی داریم و امکانیت‌های زیادی است که برای پیشرفت خود از آنها استفاده می‌بریم. دانستن قدر وحدت، چگونه به دست آوردن آن وار و وادار بر آن می‌سازد که ارزش‌های ملی خود را بیشتر حفظ نماییم و در معرفی کردن آن در سطح بین‌المللی باز هم تلاش‌ها بورزیم. وحدت و ثبات و آرامی است که نورسان و جوانان کشور در دلخواه دانشگاه و دانشکده شامل می شوند و سربلندانه پی آموختن علم و دانش می پردازند. مشغولیت های پسندیده خود را تکمیل می دهند و با فعالیت سازنده در پیشرفت کشور حصه می گذارند. از خواننده های مؤسسه تحصیلات میانه سر کرده تا نورسان و جوانان ورزشکار پرچم کشور محبوب را در منبرهای جهانی می بردارند و از اتفاقی و سرجمی ملت درک می دهند. همه این از اتحاد و یکدلی سرچشمه می گیرد. اتحادی که در نهادش پیک سعادت و زمزمه عشق و محبت دارد. خوشبختانه امروز مشاهده می شود که در سمت تربیت ملی و تحکیم خودشناسی ملی میان جوانان نورسان بعضی پیشروی ها هست. امروز جوانان ما در قیاس با جوانان سالهای پیشتر خیلی سطح خودآگاهیشان، خودشناسی ملی و احساسی وطن دوستیشان تا جای تکمیل یافته است. یعنی رو به رشد هست. این رو همچون یک نفر آموزگار که همیشه در میان خوانندگان و در میان دانشجویان هست، این را احساس میکنم. مثلا ببینید ما مثلا 10 سال پیشتر وقتی که وارد یک صنفخانه مکتب میانه یا دانشگاه وارد میشدیم، هنگام صحبت سر مسئله های وطن و وطن دوستی و وحدت و این چیزا میرفت، احساس میشد که جوانان آگاهی کامل ندارن و خرافات و تفرید بیشتر در روان اونها، در اندیشه اونها مثلا چرخ میزنن. همین چیزها امروز تا جای کاسته شده است. خوشبختانه به جای این خودشناسی، خودآگاهی در روان و در نگاه و در بینشی جوانان ما احساس میشه. من فکر میکنم که امروز پیش از همه در محیط عائله ما باید تربیت ملی تکمیل یابد. پدر و مادر خودشان باید غرور ملی داشته باشند. نسبت فرهنگ ملی، نسبت دولت ملی، نسبت مقدسات ملت نگاه نیک داشته باشند. لااقل یک سخن خوب بگویند که کودکانی که در محیط عائله هستند که پدر و مادرشان برایشان منبع تقلید است، با اونا پیروی کنند. هر یک تلاش، هر یک امکانیتی که دولت و حکومت برای جوانان فراهم می‌آورند در مسیر وحدت، محض همون اتفاقی جامعه تاجیکستان است که امروز هر یک هدفی که دولت به پیش خود می‌گذارد با ثباتانه عملی می‌شود و حتی از بودش هم زیادتر. امروز همه جاده‌هایی که هستند در ساحه علم، در ساحه ادبیات، در ساحه تکنیک، در ساحه کشاورزی، در همه ساحات، حتی ساختمان و راه‌های کمیونیکاسیونی بر اعلاتر تصویر می‌یابند، بر اعلاتر عملی کرده می‌شوند. محض همین امکانیت‌هایی است که دولت و حکومت بهر عملی شدن آنها فراهم می‌آورد و محض اتفاق و سرجمی باوری سروری دولت جوانان را وادار می‌سازد که در انجام دادن همین هدف‌ها بیشتر کمری همت ببندند و پیوسته کوشش نمایند. هر شهروند ما باید اندیشه کند که وحدت، امنیت و دولت ملی نعمت‌های از هر چیزی دیگر بالاتر هستند. من همیشه در وقتی که وارد دانشگاه، وارد صنفخانه میشم، با شاگردان خود و دانشجو همیشه تلقین اینا میکنم. در تقویم ما دو ایده بزرگ است. ایده استقلالیت، ایده وحدت. اگر ما وحدت نداشته باشیم، اگر ما استقلالیت نداشته باشیم، برای ما نه نوروز ارزش دارد، نه عید قربان ارزش دارد، نه توی ارزش دارد، نه دیگر معرکه‌ای که این عائلوی و قومی و ملی میگذرانیم ارزش ندارد. معلم شما اون روزها را سر گذرانید، میداند که کدام عید در کدام ایام ارزش پیدا میکند، قیمت پیدا میکند. یعنی شما خودتان تصور کنید که وقتی که وحدت هست، صلح هست، هر معرکه ما زیب دارد. آرزوهامون بسیار با طور دلخواه میتونه عملی نماییم. با همین از این نقطه نظر ما باید که با قدر صلح و با قدر وحدت، با قدر این نعمت‌های بسیار به‌بها
برسیم. ҳамаи онче ки имрӯз тоҷикистонро дар ҷаҳон муаррифӣ мекунад, аз роҳҳои пурпеш то расидан ба шоҳроҳҳои бузургу муосир, аз сангреза то ба кох, аз орзу то амалӣ намудани армон, дар пояи як калиди муқаддас сурат гирифт: ваҳдат. маҳз ҳамин иттиҳоду якдилии мардум бо роҳбарии хиратпешаву хиратсолор буд ки эҳёи давлатдории навинро дар як замини ноорому парешон рӯи кор овард. пешрафти имрӯза аз илм то иқтисод, аз фарҳанг то фановарӣ самараи якдилӣ ва боварӣ ба нерӯи худист. ваҳдат на танҳо моро ба оромӣ расонд, балки ҷасорати бозсозӣ ва матонати устувори ояндасозиро эҳдо кард. миллате ки арзиши ваҳдатро медонад, на танҳо зинда мемонад, балки месозад, меболад ва намуна мешавад. ваҳдатро бояд гиромӣ ва пос дошт то ин дурахшониҳо ба фардо мерос монад.